اگر روزدار به مدت 30 روز از دهان خوراک نخوردن آب نوشیدن قرار میکند باید همه اعضای انسان به روزه تیار باشد در پروسس همین حال همین وضعیت مثلا یگان کس قد یگان ناجیه گپ زد یگان چیز این طرز اسلامی قد گناه میشود همین گناه را آزاد کردن آدم فیتر روزه میتید فقط شخص میتید خاطری که کمتر خطا کرد گناه کرد گناه را شستن و فکر من که اگر همون چیز اداره های مقامات یا که رئیس های جماعت که جمع کنن من طرفداری اما برای چی؟ خیلی یکم مکتب میسازن یکم راه میسازن یکم پول میسازن با اون میدونن چی ساختن خاصی دلت کدام دلت میخواد همون مقامات مثال جمع کرده مثال فعلا درست نیست مقامات مثال حق نداره هر یک انسان اگر یک انسان باید خودش فطر روزه رو با کی میخواد با کی میخواد به همون جهت اساسا با کمبیزاتو کمبغالو نسبی تاجیکستانی ما کمبغال است یگان نفر که شرایط اقتصادیش ضعیف باشه کودکاش بسیار باشه برای همون فطر روزه رو میکنه یگان آدمایی که همه وقت محتاج هستن برای همون محتاج به یاری هستن دست نرس هستن برای بسیارتر به یتیم اگر پول بسیارتر باشن ممکن یگان صغیرخانه ها یتیم خانه ها بردن بهتر میشه قانونیت اسلام در نطق است یگان جا قید نشده است قانونیت دولتی هم خطی من است هیچ که حق نداره بعد از خودت بردم روزادار بعد از خودت میتونم من یک کس خفگی کردم برای پروردگار خطا بخشد من این پول برای فطر روزه من تو برشو یگان کس حق نداره قانون است قانون کنستیتوشنی است اونجا قانون اسلام است فقه را تاکید کرده است فقه که شخصی که در مدت 30 روز دهان قد روزه میگرفت لیکن افسوس یک کس خفه کرد یگان چیز بنابر گناه را بخشیدن فطر روزه گفته برآورده شخص میتید فقط